are not the Father. I'm very sorry. Mr. Benny are not the Father. یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبران الهی پاک کردن زندگی و خانواده مردم از فساد و آلودگی هاست. پیامبران خدا مبعوث به رسالت شدن تا زندگی مردم رو در ابعاد مختلف به تزکیه و پاکی و طهارت برسانند. قرآن مجید در سوره جمعه می‌فرماد خداوند پیامبرانی را از جنس خود مردم برای اونها به رسالت مبعوث کرد تا آیات خدا رو بر اونها بخواند لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تا اونها رو به تزکیه و پاکی و طهارت برسانه و زندگی اونها رو از پلیدی ها و زشتی ها و قبائح پاک بکنه. این که دین ما تأکید بر رعایت حجاب و عفاف میکنه، این که تأکید بر کنترل قوای جنسی و شهوات و همچنین کنترل نگاه به نامحرم داره، این که تأکید بر رعایت حریم محرم و نامحرم و عدم اختلاط با جنس مخالف داره، همه اینها ثمره و نتیجهش این هست که کیان خانواده و نظام اجتماع انسانی از فساد و فحشا و آلودگی ها پاک نگه داشته بشه. در حقیقت یکی از اهداف مهم بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این بود که زندگی مردم در چارچوب حیا و پاکدامنی قرار بگیره تا ارتباطهای نامشروع و خارج از خانواده از بین بره، تا از خیانت به همسر جلوگیری بشه، در نتیجه فرزندان نامشروع متولد نشند. سازمان IFS یا مرکز مطالعات خانواده در سال 2019 گزارشی در مورد وضعیت خانواده در سراسر دنیا ارائه کرد. در بخشی از اون گزارش وضعیت تولد نامشروع فرزندان در کشورهای مختلف دنیا پرداخته. طبق گزارش این مرکز در فرانسه 60% از فرزندانی که متولد شدن نامشروع اعلام شده. در انگلیس 48%، در آمریکا 40%، در هلند 52%، در سوئد 55%، در ایسلند 70%، در کلمبیا 82% از فرزندانی که متولد شدن نامشروع و خارج از روابط خانوادگی و قوانین کشور خودشون ارائه شده. اما این گزارش وقتی به کشورهایی میرسد که روابط نامشروع و آزاد مثل کشورهای غربی هنوز اینقدر زیاد نشده، فرهنگ برهنگی و بیبندوباری و فساد به اندازه کشورهای غربی رواج پیدا نکرده و هنوز بحث خانواده اهمیت و جایگاه خودش را از دست نداده، آمار بسیار پایینتری از تولد نامشروع فرزندان ارائه میکنه. در ترکیه فقط 3% از فرزندان نامشروع اعلام میشه، در اندونزی فقط 3%، در هندوستان حدود 1.5% و در کشورهایی مثل ایران، عراق، افغانستان آمار فرزندان نامشروع زیر 1% اعلام میشه. در حقیقت نبوت پیامبر عظیم الشأن اسلام رحمتی از جانب خداوند عالم به همه انسانها بود که یک مسیر و راه مشخص به سوی پاکی و پاکدامنی و پرهیز از آلودگی‌های خانوادگی و اجتماعی برای انسان ترسیم کرد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.